کاغذی از هوا به خاک منتقل میشن و کمک میکنن به رشد جنگل‌ها و گیاهان. میدونستین که بوی بارون در واقع بوی طبیعته؟ گروهی از باکتری‌های خاکی به اسم اکتینومیستا هستن که ماده‌ای ترشح میکنن که وقتی بارون میاد این بو تو هوا پخش میشه و سیستم عصبی ما بهش واکنش مثبت نشون میده. بارون برای هوا مثل یک کارواش عمل میکنه. بعد از یه بارون خوب غلظت بعضی از آلاینده ها و ذرات معلق تا چندین برابر کم میشه. ایران سالانه به طور متوسط فقط 250 میلیمتر بارش داره و این بارش توی یه مدت زمان خیلی کم و با شدت خیلی زیاده. به خاطر همین رواناب تشکیل میشه و این آب جذب نمیشه و این باعث فرسایش خاک میشه. حالا گیلان با 1800 میلیمتر بارون به طور متوسط تو ایران بیشتر میزان بارش رو داره و این بارون شدت و مدت خیلی مناسبی داره و همین باعث شده که جنگل‌های هیرکانی ما زنده بمونه. اما خبر خوب اینه که ما هم تو این چرخه نقش داریم. ما میتونیم با کاشت درختان، حفظ پوشش گیاهی باعث حفظ این چرخه طبیعت بشیم. اگه این پست رو دوست داشتی بفرست واسه یکی که عاشق بارونه.